سلام. احتمالاً واسهتون پیش اومده که از سمت اینستاگرام فعالیتتون محدود شده باشه و نتونید پست بقیه رو لایک کنید و کامنت بذارید و یا کسی رو فالو کنید. در این حالت شما از سمت اینستاگرام بلاک یا ریپورت شدید. تو این ویدیو روش‌هایی رو بهتون آموزش میدم تا شاید بتونید از محدودیت‌های اینستاگرام خارج بشید. روش اول، اگه فکر میکنید اینستاگرام شما رو اشتباهی بلاک کرده، میتونید به واحد پشتیبانی اینستاگرام به آدرس info@instagram.com ایمیل بزنید. ما واسهتون یه متن آماده تهیه کردیم تا واسه اینستاگرام بفرستید. میتونید از مقاله همین ویدیو متن رو کپی کنید و واسه اینستاگرام بفرستید. روش دوم، میتونید از داخل تنظیمات اپلیکیشن اینستاگرام درخواست رفع ریپورت کنید. برای این کار وارد پروفایلتون بشید. آیکون سه خط رو لمس کنید. ستینگز رو بزنید. گزینه هلپ رو انتخاب کنید. عبارت ریپورت پرابلم رو لمس کنید. متنی که واسهتون تو مقاله این ویدیو آماده کردیم و کپی و تو این کادر پیست کنید. و در آخر روی سابمیت بزنید. روش سوم، پاک کردن دیتای اینستاگرام گاهی میتونه مشکلتون رو حل کنه. برای این کار وارد تنظیمات گوشیتون بشید. وارد قسمت اپس بشید. منیج اپس رو انتخاب کنید. برنامه اینستاگرام رو از بین برنامه هاتون پیدا کنید و لمسش کنید. پایین روی کلیر دیتا بزنید. حالا کلیر اول دیتا رو لمس کنید. در آخر روی اوکی بزنید. روش چهارم، یکی دیگه از روش ها اینه که پروکسی یا برنامه تغییر آی پی تون رو روشن کنید و وارد اینستاگرامتون بشید، یا با یه گوشی دیگه و یا با کامپیوتر وارد اکانت اینستاگرامتون بشید. روش پنجم، گاهی عوض کردن اطلاعات حسابتون میتونه کارساز باشه. برای این کار وارد پروفایلتون بشید. عبارت ادیت پروفایل رو لمس کنید. بیایید پایین و پرسونال اینفورمیشن ستینگز رو انتخاب کنید. اینجا ایمیل و اینجا هم شماره موبایلتون رو میتونید تغییر بدید. روش ششم، عوض کردن رمز اینستاگرامتون هم شاید بتونه مشکلتون رو حل کنه. روش هفتم، اکانت اینستاگرامتون رو دی اکتیو کنید و بعد چند ساعت از دی اکتیوی خارج کنید. روش هشتم، میتونید اطلاعات حسابتون رو پاک کنید و از اینستاگرام خارج بشید و دوباره وارد اینستاگرام بشید. برای این کار وارد پروفایلتون بشید. عبارت ادیت پروفایل رو لمس کنید. روی چنج پروفایل فوتو بزنید. بعدش ریموو پروفایل فوتو رو انتخاب کنید. اگه اطلاعاتی تو قسمت نیم، وبسایت و بیو نوشتید، انتخاب و پاک کنید و روی تیک آبی رنگ بزنید. بعد پاک کردن اطلاعاتتون روی تیک آبی رنگ بزنید. حالا از بخش پروفایل آیکون سه خط رو لمس کنید. وارد بخش ستینگز بشید. بیایید پایین و لوگاوت رو انتخاب کنید. حالا یه بار دیگه وارد اکانتتون بشید. یوزرنیم یا شماره موبایل و یا ایمیل اکانتتون رو اینجا وارد کنید. اینجا هم پسوردتون رو وارد کنید. بعدش لوگین رو لمس کنید. امیدوارم با روش هایی که آموزش دادم بتونید ریپورت اینستاگرام رو رفع کنید. خدا نگهدار.